خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم دامنای محترم. من از بحر خدا از شما همچون شخص پیشوا برای گناه‌های کرده خود مدد می‌طلبم، چون این گناه‌ها را اکثریت جوانان نادانسته می‌کنند، بعد پشیمان می‌شوند. برای همین از شما دامنای عزیز، برای شخصانی که چنین گناه کردن می‌کنند یا کردنی هستند مصلحت می‌پرسم. این برادر من مکتوبش خواندم، خیلی یک گناهی بدبختانه را این دادر ما صادر شده است. حق و رحمت پروردگار وسیع‌تر است. بنده وقتی که رجوع به سوی خدا کند الله او را می بخشد. مقصد این جوان دادرای عزیز، من زبانم نمی گردد راستی بار برای شما بیان کنم، زیرا شاید آینده ها صدای مرا بعضی از برادرها اگر گوش اندازن و گویند. مقصد این حاجی میرزا در برآمدش این سخن قبیح را استفاده برد، لیکن برای خاطری که اصلاح دیگر جوانها شود مجبور شدم که این سخن به سمع شما رسانم. اینجا این دادر خیلی آدم ایماندار بود است که بیان کرده است، توبه کرده است و گناهش همین بود است که عائله حلال خود در جایی که خدا امر کرده است استفاده نمی برده است، فقط از جایی که ناجایز است و او را در اصطلاح ما مردم بچه بازی میگویند، لیواطه میگویند، فقط کارش همین بوده است. بار اول بسیار میگوید برای من درست بود، حس میکردم، زیرا که من یک بار از زبان شما شنیده بودم که نسبت لیواطه شما یک برآمدم داشته بودین، لیکن مرا بسیار شیطان وسواس کرد و همین کار را چنگ زدم، لیکن بعدم پشیمانم که شدم، باز این کار، این عمل زشت دوام دادن گرفتم. عاقبت روز به خود آمدم و گفتم که روز از روزا اگر جان به حق تسلیم کنم با همین فعل بدی خود با خدای خود روبرو شوم چی جواب میگفته باشم. و امروز داملا توبه کردم و اصلا دیگر به این گناه زشت نزدیک نمیشوم. آیا زن من طلاق شده است یا نشده است؟ البته زن تو طلاق نشده است، لیکن خدا رحمت کند برادرای ما را، داملاهای پیشین، که حتی که اگر زن از قسمی پسی او دشنام میدادن میگو زن طلاق شده است. ببین به خاطر چی میگفتن؟ به خاطر که این عمل بسیار عمل بد دیده شده در نزد خداست. ولی با کردنش که انسان چقدر مرتکب گناه شود، با دشنام دادن انسان در نزد پروردگار در یک گناه کلان چنگ میزند. و این خاطر دادر عزیز و کسانی که اگر خدای نکرده مبتلای این عمل باشند، حتی یک برادرم اون روز به من زنگ زد، جوان بود به خدا قسم، گفت که خواهش دارم همین سوالم برای من جواب گو که هر دو مثال گویم دو رفیق بودند که با یکدیگر این عمل زشت در پنهانی انجام میدادند. داملا چیکار کنیم؟ اگر توبه کنیم از صدق خدا ما را میبخشد یا نمیبخشد؟ از صدق توبه کنیم دادر عزیز، خدا میبخشتان. خداوند این عیبه که هم شرمندگی و دنیا و آخرت است، اگر تو از صدق توبه کنی خداوند روز قیامت این عیب تو را پرده پوش میکنه، برای کسی خبرش نمیدهد، به شرطی که اگر تو از صدق توبه کنی دادر عزیز. این عملها دا برادرای عزیز و گرامی نزدیک نشوید. این عملها دا کسانی نزدیک میشوند که خدا را نمیشناسند، بر حبیب خدا محبت ندارند، ایمان ندارند، توفیق ندارند. آدم ایماندار و آدم خدا ترس و آدم مسجدی اگر به این عمل چنگ زند، حساب کنید که عذاب شما 10 چند و 100 چند در پیش خدا است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم برادر عزیز. شیرین سخن حاجی میرزا، من یک مخلص دوست خالص شما، هر یک سخن و حدیث شما در بیان